راستی دنیای کودکی دنیای مهر و محبت و صداقت است. وقتی به دنیای آنها وارد می‌شوی جهان در نزدت کوچک می‌نماید. درود تماشابینان عزیز، برنامه نوبتی کودک خوراکپز منظور شماست و در برنامه امروزه ما دو دوست رو یک که مهرانه و مهرزاد نام دارند اشتراک می‌کنند. تماشابینان عزیز، سرپرست برنامه ما شرکت زیرویکو می باشد. شرکت مذکور به استحصال روغن مشغول است که شما می توانید از این شرکت روغن اولیا خریداری نمایید. Мама знает что, папа знает что. Даже дети знают, что истинный вкус еды начинается с масла. Масло от компании Зервека Олия. Вкус начинается с масла. مهرزاد امروز با همراه خواهرش میخواهد که در برنامه ما چی آماده کنند؟ سلات. خب امروز ما سلات آماده میکنیم و سلات ما چی نام دارد؟ نه. خب نباشه در آخر ما وقتی تموم کردن بعد یک جای نامش رو فکر میکنیم. خب از چی ما شروع میکنیم و برای ما کدام محصولات ضرور است؟ اول نبات یعنی لبلبو، باز کارتشکا، سبزی، حسیب، کلبسه، خیلی فسول، بعد مایونز، باز سیر. خب باز سیر رو آمیخته میکنیم. اکنون ما از چی آغاز میکنیم؟ از لبلبو. لبلبو رو چیکار میکنیم؟ خب لبلبو رو خب بیا من به شما کمک رسونم. خب مهرزاد جان، یکی گرسنه مانی در خانه کسی نباشه چیکار میکنه؟ من لباسای دام میزنیم، لباسای کوچه و میپسم کلیتا بگیرم در گردم پیش جولم دارم شما سر کدو با خانه خودم دارم. یعنی شما خانه جورت رو میروید؟ شما جورت دارید؟ کی نامی جورت رو؟ عدسل با مرزا تو چند ساله هستی؟ نمیدونم. 1 ساله. 1 ساله؟ مهرانه چی؟ مهرانه نمیدونم مادر. 2 ساله. تو 2 ساله؟ مرزا مادرتون گفتن که شما 5 ساله هستید. ها. خب وقتی مکتب میروید چی نقشه دارید؟ پیش از مکتب رفتن چیکار میکنید؟ میخزم و بچه‌های که لاش میکنم میبردارم میمونم. بعد لباسم میپوشم. بعد لباس پوشیدم و کنم چیز مشق میکنم. مشق کنیم با ورزش مشغول میشوید. قبل مشق میکنم. بعد مشق حاجت خونه میرم. بعد حاجت خونه بانی خونه میرم. بعد بانی خونه لومه میشم دست میشم. بعد بانی خونه یعنی وای میکنید صبحانه میکنید و بعد از آن درس میرید؟ نه بعد هم مکتب رفتن رو دوست نداره؟ با اونده مشق میکنم با رفته دست میشم. بعد میبیم خونه وقت را کردم مکتب میرم تموم. خب بعد از اصلا مکتب میروید؟ خب بهترین. مرزا جان مکتب رفتن رو دوست میدارید؟ مرزا باغچه رفتن رو دوست میدارید؟ باغچه؟ تو چی مهرانه؟ صدیق رو دوست میدارید؟ خب اکنون ما چیکار میکنیم؟ کتشکه یعنی ما همه این رو آمیخته میکنیم. کارتشکه رو آمیخته میکنیم. و این مرزاد
گفتی مکتب میروی؟ چی شدن میخواهی؟ شدن در میخواهم آینده چی شدن میخواهی؟ ملیسا ملیسا میشوید برای چی؟ همه خونه است و دوزیات من میخوام شما میقبل برای چی؟ آنت با دوزاقه یعنی همه که میدارم انکه یعنی شما اونها را جزا میدهید. بعد از اونی که شما اونها را میگیره چی کار میکنید؟ میزنم بعد میبرم انجامشون با میپتم هر روز میست مهرانه تو چی؟ آینده چی شدن میخواهی؟ حکنون چی کار میکنیم؟ این رو امیخته میکنیم؟ اگر دختر همه صوفه باشن نازش بگرم هم تو دکتر شدنی هستی؟ هم ملیسا من ملیسا تو ملیسا و خواهرت دکتر من دختر نیستم همه صوفه باشن اکل از بزرم شاش کرد تو مانه نبود خب حکنون مو مهرانه رو گوش میکنه. خب بعد چی کار میکنید؟ بعد کلاس مهرانه بعد دکتر میشوید بعد بعد همه سوس میدم بعد نزاد بریشه باشه او کلاس میکنم مرزا تو از دکتر میترسی؟ نه از دکتر نمیترسی؟ من سخت کار نکنم اگر دکتر شدم من تمه پلونم تو من سخت من کار نمیکنم را آمیخته میکنی نه؟ بعد دکتر میشوید همه را تبابت میکنید. خب شما یکون بود با یکدیگر جنگ میکنید در خونه؟ با هم مرزاد قطعی خواهر جنگ میکنید در خونه؟ برای چی جنگ میکنید؟ مهران دختر خوب کو؟ کنده بازیچه گرم میگم و کلاک ماشین ما گرم میگم نمیگم ماشین خودش گرم میگم نمیگم بازیچه ما گرم میگم نمیگم لیفتکاش گرم میگم نمیگم بعد برای همین جنگ میشه؟ آقای لیفتکای من و ماشین چی منم گرفت هر روز لیفتکا تلاکتور بود و لختر بود و ماشین که کروزم بلاندگی اوین من بود خب مرزاد وقتی که قهرت بیوید چه خیل میکنه؟ اون من چهره چه خیل میشوه؟ ایخه میشوه بعد همه نمگه همه میزنم خونه خب فکر کن که من قهرت رو آوردم تو چیکار میکنه؟ اکنون برای من نشون ته من اکنون قهرتان رو آوردم فعلا بیاید چی گفته دود میزنی چی میگه؟ خب من در نزد مرزاد اکنون فکر کن که من قهرت رو آوردم چیکار میکنه؟ مهرانه تو چی؟ اگر قهرت میاد هم تو بخطم همه اوشته بعد هم تو نکنم نگهتونم تو چی مرزاد؟ من میبردولم همه دایلو با میپردولم منم همه دایلو میبردولم دایلو با پردولم خب کوشش میکنم که هر چیز زودتر تیار شود. خب مرزاد اکنون ما چیکار میکنه؟ و چشنوکا آمیخته میکنه. خب مهرانه وقتی که شوخی میکنه دادو تو رو چی جزا میتید؟ اللهش اگه میمونه هر روز جنگ میکنه هر روز تو چی مرزاد؟ منم میزنم برای چی شما را جزا؟ شما چی کار میکنید که؟ و هر دومون جنگ میشیم بعد؟ اکنون به اون بعد اکنون به اون خب مهرانه
اگر خواهر چطور شوی نامش چی میگذاری؟ نون مرزا میمونم. مرزا میمونی؟ با یک تا مرزا دیگه؟ با یک تا مرزا هست. مهنانه میمونم. دو تا مهنانه دو تا همین خواهرم یک تا مهنانه هست یک تا مرزا هست. دیگه چرا مهرزاد کدام حیوان رو دوست می‌داری؟ همشه. کدام حیوان رو می‌دونی؟ نام حیوان رو؟ کوچوک پیشک. کوچوک و پیشک و اسب و خر. گاو. کوچوک. خب باید کجا می‌توانی آوازی سگ؟ سگ چی خیلی سگ آواز می‌برد؟ باز چی؟ هی آوازی چی بود؟ پیشک؟ باز موشه. آوازی موش هم میتونی؟ از موش میترسی؟ خب بادا موش نمیترسم. هم میگم اون دلو پتو نمیترسی؟ اگر بلد شم مدرسه موشه هم میگم هوا تو. خب اکنون؟ اکنون مایونز رو ما آمیخته میکنیم. خب تماشابینان عزیز باید قید کنم که سرپرست برنامه ما شرکت زیربکا روغن اولیا. Мама знает что. Папа знает что. Даже дети знают, что истинный вкус еды начинается с масла. Масло от компании Зербека Олия. Вкус начинается с масла. خب اکنون ما مایونز را آمیخته میکنیم. مهرزاد بگم باش توی رفتگی هستی؟ توی آچه دادم با. توی آچه دادن؟ کی بود توی آچه دادن؟ تو در توی آچه دادن بودی؟ در کجا بودی؟ در همین آچه بدن دادم آچم توی کلم من دادم مریا داده استوده مردکم خورده استوده بدم. چی خودی؟ آش مردکم آشوده استوده توی شدگی بید. شما در تویشون بودید؟ دادم توخی داشته بودم. توخی نداشتن کچیندید؟ توخی داشته بودم. داشتن ها خیلی مهرونم تو هم بودی؟ ها؟ تو هم بودی؟ نه من نبودم. آزادی همه مردته بود. با موزبین بود. موزبینی کنم بودی. مهرزاد؟ با دادم بود. شکلات هم از میبینی و داداته؟ دادم. راست چگو؟ دادم؟ تو چی مهرونه؟ من اوچمه. اوچت نقض میبینی؟ اوچت نقض میبینی شکلاته؟ اوچمه نمیبینم و دادم. اوچه دادو تا نقض میبینی؟ شکلات نقض نمیبینی؟ منم اوچمه دادم نقض. منم اوچمه دادم شکلاته. دادو تا بسیار نقض میبینید ده؟ شکلات نقض نمیبینید؟ پیچینی را چه؟ دادم من با افتاده چی گفتگی؟ داداتون به شما شکلات میخورد؟ خب اکنون نباشه؟ گفتن دادم شکلات میخورد. من رفته دادم با این گفت. خب پدرتون حاضر ما را تماشا کرده خندیده ایستادن. اگر این عیبی من است باور کنید. خب اکنون البته این یک شوخی بود. نباشد شما دادتون نقض میبینید اوچتونه.
برای همین نقص دیدنتون برای شما یک تا پیچنی. خب اکنون ما چیکار میکنیم؟ اکنون میمونیم 12 دقیقه میایستد بعد خب اکنون 15 دقیقه میایستد. خب در برنامه ما کودکانی که اشتراک میکنن نه تنها هنر خروپزیشون را نشون میدین بلکه ما رو باز از استعداد و مشغولیت های دائمیشون آگاه میکنند. خب مهرزاد جان، مهرانه جان، شما چه استعداد دارید؟ چیکار کردن باز میتوانید؟ رسم کشیدن میتوانید، باز مشق میکنیم، باز رقص میکنیم، باز سرود خوندن میتوانید، سرود خوندن میتوانید، باز مشق بچی. باز پدرتون گفتند که از خریطه دولت رو نشون داده میتوانید، درست است؟ یعنی شما علاقه از خریطه دولت رو نشون داده میتوانید با موزیکا بهترین. خب اکنون نباشد برای ما از خریطه دولت رو نشون میدید. خب مهرزاد جان گفتی روسیه میروید، روسیه در کجا است؟ خب تاجیکستان، منگولیا، بهترین منگولیا، خیتای، روسیه، ازبکستان در کجا؟ قزاقستان. خب تاجیکستان در کجا گفتی؟ تاجیکستان در کجا؟ اکنون نوبت آن رسید است که ما سلط این دو خوشروچه ها را میبینیم و برای آنها بها میگذاریم. با میخواییم مهرزاد؟ با میخواییم چه خیر شده است؟ خیلی بلذت. خب مهرزاد جان، مهرانه جان، تشکر زیاد که امروز تب ما و تماشابینان ما را خرسند گرداندید و شاید نفرانی که حالا ما را تماشا کرده ایستادند به خیالات دوران کودکی خود وارد شدند، چون وقتی که من مناسبت این دو دوست را یکان را دیدم به دوران کودکی خودم، من به یاد و خیالات کودکی خودم وارد شدم و باز میخواهم برگردم به دوران کودکی. خب تماشابینان عزیز، خیلی که ما قید کردیم سرپرست برنامه ما شرکت زیروک و روغن اولیا می باشد و اکنون از جانب این شرکت تحفه آماده گردیده است که آن را ما به مهرزاد و مهرانه می سپاریم. این هم باشد روغن اولیا و این چونین باز افتخارنامه از تلویزیونی تنین. مرحمت. Мама знает что, папа знает что. Даже дети знают, что истинный вкус еды начинается с масла. Масло от компании Зербека Олия. Вкус начинается с масла. خب تماشابینان عزیز، در اینجا برنامه ما به فرجا میرسد. تا دیداری نوبتی شاد و پیروز باشید و همیشه دنیایتان دنیای کودکی باد. خیر.